همسفر، در این راه طولانی که ما بیخبریم و چون باد می‌گذرد، بگذار خرد اختلاف‌هایمان با هم باقی بماند. خواهش می‌کنم مخواه که یکی شویم، مطلقاً یکی. مخواه که هر چه تو دوست داری من همان را به همان شدت دوست داشته باشم و هر چه من دوست دارم به همان گونه مورد دوست داشتن تو نیز باشد. مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را، یک رنگ را و یک شیوه نگاه کردن را. مخواه که انتخابمان یکی باشد، سلیقه‌مان یکی و رویایمان یکی. همسفر بودن و هم هدف بودن ابداً به معنای شبیه بودن و شبیه شدن نیست و شبیه شدن دال بر کمال نیست، بل دلیل توقف است. شاید اختلاف کلمه خوبی نباشد و مرا نگوید. شاید تفاوت بهتر از اختلاف باشد. نمیدانم. اما به هر حال تک واژه مشکل ما را حل نمی کند. پس بگذار اینطور بگویم. عزیز من، زندگی را تفاوت نظرهای ما می سازد و پیش می برد، نه شباهت‌هایمان، نه از میان رفتن و محو شدن یکی در دیگری، نه تسلیم بودن، مطیع بودن، امر بر شدن و در بست پذیرفتن. من زمانی گفتم عشق انحلال کامل فردیت است در جمع. حال نمیخواهم این مفهوم را انکار کنم، اما اینجا سخن از عشق نیست. سخن از زندگی مشترک است که خمیرمایه آن میتواند عشق باشد یا دوست داشتن یا مهر و عطوفت یا ترکیبی از اینها. در هر حال حتی دو نفر که سخت و بی حساب عاشق همند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت ناروند، حجاب برفی، قله علمکو، رنگ سرخ، بشقاب سفالی را دوست داشته باشند به یک اندازه هم. اگر چنین حالتی پیش بیاید که البته نمی آید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق. یکی کافی است. عشق از خودخواهی ها و خودپرستی ها گذشتن است. اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. من از عشق زمینی حرف میزنم که ارزش آن در حضور است، نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری. عزیز من، اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست، بگذار یکی نباشد. بگذار فرق داشته باشیم. بگذار در عین وحدت مستقل باشیم. بخواه که در عین یکی بودن یکی نباشیم. بخواه که همدیگر را کامل کنیم، نه ناپدید. تو نباید سایه کمرنگ من باشی. من نباید سایه کمرنگ تو باشم. این سخنی است که در باب دوستی نیز گفتم. بگذار صبورانه و مهرمندانه در باب هر چیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم. اما نخواهیم که بحث ما را به نقطه مطلقاً واحدی برساند. بحث باید ما را به ادراک متقابل برساند، نه فنای متقابل. چه خاصیت که من با همه تفردم نباشم و تو باشی، یا به عکس تو با همه تفردت نباشی و همه من باشم.
اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست. سخن از ذره ذره واقعیت‌ها و حقیقت‌های عینی و جاری زندگی است. من کاموا را بر ساتر ترجیح می دهم، صادقی را بر ساعدی، باخ را بر بتوون ترجیح می دهم، عود را به جملگی سازها، کوه را به دریا، دالی را به پیکاسو، شاملو را حتی به نیما. تو اما ساعدی را دوست‌تر داری و بالزاک را، پیانو و سنتور را به عود ترجیح می دهی. نه دالی را طالبی نه پیکاسو را، ونگوک را به هر دو ترجیح می دهی. شاملو را دوست داری اما هرگز نه به قدر سهراب سپهری. دریا را دوست داری اما نه دریایی را که باید حسرت زده به آن نگریست. بیا درباره همه اینها به گفتگو بنشینیم. بیا بحث کنیم. بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم. بیا کلنجار برویم. اما سرانجام نخواهیم که غلبه کنیم. و این غلبه منجر به آن شود که تو نیز چون من بیندیشی یا به عکس. مختصری نزدیک شدن بهتر از غرق شدن است. تفاهم بهتر از تسلیم شدن است. تا زمانی که تو ساعدی را ترجیح می دهی و سهراب را، درست تا آن زمان ساعدی و سهراب مرا به تفکر و شناخت، به زنده بودن و حرکت کردن وادار می کنند. اگر تو همه من شوی، من و تو سهراب را کشته ایم و ساعدی را و بسیاری را. عزیز من، بیا حتی اختلاف‌های اساسی و اصولی من را در بسیاری زمینه‌ها تا آنجا که حس می‌کنیم دوگانگی شور و حال و زندگی می‌بخشد، نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ کنیم. من و تو و من حق داریم در برابر هم قد علم کنیم و حق داریم بسیاری از نظرات و عقاید همدیگر را نپذیریم، بی آنکه قصد تحقیر همدیگر را داشته باشیم. گمان می‌کنم این از جمله آخرین حقوقی است که در جهان کنونی برای انسان‌ها باقی مانده است. این حق که در خانه خود، در اتاق خود و در خلوت خود در باب بسیاری از مسائل من جمله سیاست و آرمان‌های سیاسی اختلاف نظر داشته باشند. عزیز من، دو نیمه زمانی به راستی یکی می شوند و از دو تنها یک جمع کامل می سازند که بتوانند کمبودهای هم را جبران کنند، نه آنکه عین مطلق هم شوند، چیزی بر هم مضاعف نکنند و مسائل خاص و تازه‌ای را پیش نکشند. پس بانو، بیا تصمیم بگیریم که هرگز عین هم نشویم. بیا تصمیم بگیریم که حرکاتمان، رفتارمان، حرف زدنمان و سلیقه‌مان کاملا یکی نشود و فرصت بدهیم که خرد اختلاف‌ها و حتی اختلاف‌های اساسیمان باقی بماند و هرگز اختلاف نظر را وسیله تهاجم قرار ندهیم. عزیز من، بیا متفاوت باشیم. نامه 34 نادر ابراهیمی، صدای پریچهر کریمی. ممنون که همراه من بودید.